طبیعت برای کودک بهترین آموزگار و منبع تحقیق است. وقتی که کودک را به بیرون شهر، کوهسار، ساحل دریا یا حتی باغ نزدیک میبرید، او از نزدیک عالم حیوانات، نباتات و هوا را احساس میکند. در کشورهای دیگر بسیار عائله‌ها هر هفته روزهای استراحت را در باغ یا بیرون از شهر میگذرانند. خیمه‌زنی میکنند، ماهی میگیرند یا تنها سیر و گشت میکنند تا کودکان با طبیعت دوست شوند. در ما نیز عنعنه به زادگاه یا کوهستان بردن کودکان موجود است. بسیاری ها تابستان به دهات نزد باباهایشان میروند که آنجا کودک با حیوانات خانگی، با مهنت صحرایی و زندگی طبیعی از نزدیک شناس میشوند. برای شناس کردن کودک با طبیعت سفرهای کلان لازم نیست. شما میتوانید روزهای استراحت او را به نزدیکترین باغ یا دره برده در آنجا همراه حشرات جویید، گلچنبر سازید، سنگ‌های جالب را جمع کنید. مهم آن است که کودک عالم زنده را از کتاب و ویدیوها بیشتر با چشم خود ببیند. مثلا وقتی که او پرواز پرنده را می‌بیند یا کاهش برگ‌ها را در تیر ماه مشاهده می‌کند، سوال‌ها می‌دهد و از این کشفیات‌ها شاد می‌گردد. سفرهای کوتاه نیز خاطرماند می‌شوند. به کودک شهرهای تاریخی، آثارخانه‌های طبیعت‌شناسی یا باغ حیوانات را نشان دهید. تراول ادویکیشن وجود دارد که طبق آن سیر و سیاحت یک جزء آموزش شناخته می‌شود. در کشور ما هم شهرها و مکان‌های زیادی تاریخی و طبیعی هستند که برای کودکان شوق‌آور بوده می‌توانند. این تجربه‌ها جهانبینی کودک را وسیع نموده به او می‌فهمانند که دنیای بیرون از دایره خانه و مکتب بسیار رنگارنگ و پر از دانش است. دوستان عزیز، آیا شما کودکانتان را به سیر و سیاحت برده اید؟ شریکش را به ما ارسال نمایید. سرپرستی برنامه ما شرکتی لین دوید می باشد. نوابسته از باد و هوا و فصل سال، عائله ما سری خوردککی خود را دارد. لین دوید با ویتامین D.